به تازه‌ترین قسمت‌های از محفل عروسی عالی انصاری و حسام فرزان. آیا با واقع عالی انصاری با حسام فرزان ازدواج کرده است؟ عالی انصاری همسر اولش کی بوده است؟ فرزندان عالی انصاری نزدیکی است؟ گفتنی‌های تازه درباره رابطه عاشقانه عالی انصاری با حسام فرزان و حقایق کاملا و دور از تصور رابطه این دو هنرمند. حسام فرزان در کدام کشور و مصروف چه کاروباری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. عالی انصاری هنرمند جوان چهره شناخته شده که این روزها در میان مردم افغانستان و جامعه هنری افغانستان شهرت و محبوبیت خوب کسب کرده است. عالی انصاری هنرمند جوان افغان است که وی بعد از جدا شدن از همسر اولش کاملا برای هنر موسیقیش پرداخت. آهنگ‌های بیشماری تاکنون سروده است. دوستداران و طرفداران خوبی دارد. عالی انصاری عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد. تصاویر وی با حسام فرزان در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با حسام فرزان دوست و همکار هنریش ازدواج کرده است. این همه در حالی است که حسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند. کارهای هنری عالی انصاری با حسام فرزان مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد و هر آهنگشان بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. عالی انصاری در انگلستان زندگی می‌کند. دارای دو فرزند است ولی از همسر اولش جدا شده است. در یک خانواده هنری دیده به جهان گشود. تمامی اعضای خانواده اش هنرمند میباشد، ولی عالی انصاری بعد از جدا شدن از همسرش به آرزوی هنریش پرداخت. عالی انصاری آرزوی دارد که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خوبی کسب کند، ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمندان جوان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان عالی انصاری به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید و برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.